کاکاجان لبای این چند سون؟ گوش کنید این امانت من برای شما انا این رنگ سرخش رو پیشنهاد میکنم کنیا بر اینو ببینید میزیبات انا اینو ببینید چخیل خشروش چخیل زیبت شما با این چند سون؟ دخترک شیرین این برای شما 4 بوسه 4 بوسه؟ 4 بوسه میگیرم مرحبت بینید با اینجا سه لباسای خوشرو داریم خلط‌های زیبا داریم انا بینید هر خیلی رنگ داریم سیاه داریم زرد داریم سبز داریم کبود سرخ برای شما کدام رنگش انتخاب کنید ما همون رو آماده میسازیم این بود دیگر خیلی رنگاش هم هست؟ هست یک چند نمود رنگش کبودش هست سفیدش هست سیاهش هست این چند سون؟ دخترک زیبا این برای شما 5 بوسه 5 بوسه خلاص؟ میگیرم انتخابی درست داداش این کس کی؟ حسابی کنید خدمت پولش کاسه بسپارید بچم نبای بابا جان السلام علیکم بیایید خدمت اینشم فایده نکرد بچم حالی هم گوش غمه چه بچم همیشه تا روز گوش بودر کرد بچم فایده نکرد بچم گوش کنید بابا جان شما گوشتونن مبادو کلید کتی کافتگیتون نمی چی کتی؟ کلید کتی میگم نه بچم آخی نه مبادو کو دانی گوگردم استفاده نبردید برای گوش کوی نه مبادو در وقتی خوابتون نبیره هایتون یگونتش خلچوب کتی کافتگی نمی گوشتون چی کتی؟ خلچوب کتی نه آخی بچم تو چی هم میگویی؟ گوش کنید باید چی؟ مبادو شپرگ می پشه می در آمده خانه کرگیش نمی چیز بچم؟ مبادو میگم پشه می شپرگ می درونی گوشتون با خانه کرگی نمی ای بچم گوشی من تو در شپرک خانه می نه اکو بابا جان همین شپرکو پشه هم بعض وقت جای گرم گفته درونی گوش به خانه میکنن اینش فایده نکرد ویش فایده نکرد خودش گوشتون چخیل خم میتید بچم گوش شب تا روز جرینگ میکند خودی آواز تلفن باری بچم آواز تلفن باری؟ خودش گوش کنید بابا جان شما چند به در آمدید؟ من نه 5 کم ساعت بچم 5 کم ساعت؟ گوش کنید بابا جان این شما دردی گوش نه شما با از وای دنیا زنگ میزنن بدلم زده است تشخیص زندگی بخواد سری من با شما اقوام کار نکنه روز درست گازت خونی همه کار تشخیص من با من آب و ادا کردیم شما اینقدر خود کردی زنک زنی آب و ادا شدگی خیلی حالت به نمی بیاده من اصلا خیرمن باید بودم فهمدید می؟ وای من توی خیرمن باید کردم وقتی نو ورا شده آمده که یادت بیار سیمی زریعت که تلفن بریم بودی از سهر میخزم بچه ها به نهاری تر میکنم یک چه باغچه ببر یک چه مکتب ببر از سهر کسی زندگی فقط کار شما گازت خانه دیگه کار نیست به دلم زده است من نمیدونم شما که چیکار کنم نکن یکم دیگه مردکو باید زندگی رفته یوید چای شده اینقدر هم نکن اینو بنزنه اینجا نوشتیم که افریقا به یک قبیله آدم زندگی میکرده است مردها حقوق داشتن که زنها جلو فروشن عجایب چی؟ مردکو میتونستن که زنهاشون فروشن این چی احمقی؟ آدم زن میفروخت اسمی توبه مرده یک چه پسم پرس
اگر مویم همیشه قبیله به زندگی میکردیم شما منو نمیفروختید ها؟ نه عزیزم من تو نمیفروختم من تو هم تو تحفه میکردم یعنی که شما همون شبی که کشتار روی داد در همان خانه بودید بودم رفیق نچلی بودم و چه اوباشان از تریزه داخل خانه شدند دیدید دیدم رفیق نچلی دیدم رفیق خاتموف شما در بیانات خود نوشتید که چطور اوباشان خوشتامنتان را میکشتند دیده ها رفیق نچلی دیدم همشه دیدم دیده ایستاده برای چی یاردم نکردید رفیق نچلی یاردم کردنی بودم پس برای چی یاردم نکردید دیدم که به یارده من هم خودشون کشته میتونن رفیق نچلی داداش 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 گوش کن زنه خلال نرسون داداش ها چی میگویی؟ داداش گوش کن زنه خلال نرسون کارم بسیار پگر روزی صبح خانه با میبید کاری کارخانه تانه آخه در کارخانه وقت نمیابم که همه اینه تمام کنم مثل بود مجبور که خانه بیارم داداش 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 وقت تو من بام نیست وقت کارخانه بام نیست وقت زندگی بام نیست وقت هیچی با نیست داداش ها پگه چندم پگه چندم پگو 26 انا 26 با چی 26 با چی چی 26 با 26 روزی صبحی ما اوف 26 با روزی تولد ما از خاطرم فراموش شده است های مبارک شود 100 ساله شو بعد از اون پیر شو ای داداش پگه چیکار میکنیم چیکار میکنیم؟ خیلی یک آش میکنیم تمام دیگه آش نی خیلی شوربا هم نی گوش کن کارتوشکا بریان آخر تو نغزه بینی کو من شما بگفتم که پگاه زدرزی من با چی توفه گرفته میدید توفه گو آه معلش خیلی تو چی میخوایی که من با تو توفه کنم با من وای حوزی با من وای با من کسر فکر کن وقت نیست با من گوش کن زنک با تو 1 سال مهلت فکر کن من بد گرفته میدیم سلام علیکم رفیق دکتر و علیکم السلام کیه میکاوه دکتر جان؟ یک کساله همه کسا میکاود کسا بسیار باشد خیم تنجیمه رفیق دکتر؟ یک کسل آمد شمال زده بود است بسیار میسلفه
من وای با گفتم که هوا خنک یک لباسی گرم پوشیده گردید. ها درست گفتید دکتر جان. هوای خنکش بینی لباسی گرم پشت گاش نشده کن. البته. درست گفتم او وای ابله پالتوی من پوشیده رفته است. اه؟